سلام به دوستان خوبم. امروز اومدم با آنباکسینگ دستگاه مامیزی بیبی فود پروسسور برای تازه مامانای مهربون که بتونن هم غذای کودک قشنگشون رو بخارپز کنن و هم میکس کنن. خب بریم سراغ باز کردن جعبه. من بخارپز میکسر مامیزی رو از آمازون سفارش دادم چون ریت بیشتر و بالاتری داشت توی آمازون و لینک خریدش رو واسهتون توی کپشن میذارم، میتونین از اونجا اوردر بدین. بعد از اینکه جعبه رو باز کردم، خب اول از همه 2 تا دفترچه راهنما داره. یکی راهنمای استفاده از دستگاه هستش و دومی شامل چند تا رسیپی غذاست. بعد یه قاشق سیلیکونی داخل جعبه بود، کانتینر غذا، واسه این که اگر خواستید بیشتر غذا درست کنید داخل این ظروف بریزید و بذارید داخل فریزر. یه ظرف غذای کودک سیلیکونی هم داره و مجدد 2 تا کانتینر برای نگهداری غذا داخل فریزر که جمعا میشه 3 تا ظرف غذا. خب این هم دستگاه بخارپز میکسر هستش که شامل 2 تیکه است. یکی ظرف بخارپز و میکسر هستش و دیگری بدنه اصلی دستگاه. ظرف بخارپز میکسرمون باز شامل 4 تیکه هستش که 2 تا سبد بخارپز داره، یک ظرف میکسر و اون یکی دیگه هم درش هستش. روی بدنه اصلی هم یه در داره که در محفظه آب دستگاهمونه. روی مانیتورش یه لایه پلاستیکی محافظ داره که اون رو هم باید جدا کنیم. نحوه قرار گرفتن ظروف بخارپز و میکسر هم به این ترتیبه که اول باید ظرف میکسر رو قرار بدیم، اون رو بپیچونیم طوری که قفل بشه. بعد ظرف سبد مربوط به بخارپز رو میذاریم روش و بعدش درش رو میذاریم که خلاف جهت عقربه های ساعت بعد بچرخونیم تا قفل بشه. خب کل باکس رو باز کردیم و سرهم کردیم. بریم برای روشن کردن دستگاه و کار با اون ببینیم چطوره. خب بخارپز رو به برق زدم داخل محفظه آب که بالای بدن دستگاه هستش. آب میریزیم، یه خط قرمز داره که باید فقط تا اون خط آب بریزیم. قبل از اولین استفاده از دستگاه و بعد از هر بار که غذا درست میکنیم بهتره ظروف رو کامل استریل کنیم. برای استریل کردن ظروف رو به ترتیبی که گفتم قرار میدیم. کلید آن یا همون روشن دستگاه رو میزنیم و بعد آپشن استریل رو انتخاب میکنیم. زمان پیش‌فرض برای استریل کردن 10 دقیقه هستش. بعد از اینکه زمان استریل تموم شد، آب داخل محفظه میکسر رو خالی کردم و با دستمال تمیز خشکش کردم. مجدد محفظه مخصوص آب بالای دستگاه رو پر کردم برای بخارپز کردن اولین غذا. طبق یکی از رسیپی‌های داخل دفترچه، ذرت، هویج، خیار، سیب زمینی شیرین رو ریختم توی سبد مخصوص بخارپز، درش رو بستم و آپشن استیم رو انتخاب کردم. زمان پیش‌فرض برای استیم کردن این مواد 15 دقیقه است که میشه این رو زیاد و کمش کنیم. ولی من با همین 15 دقیقه میرم جلو که ببینم موادمون چقدر نرم میشه. خب 15 دقیقه تمام شد. ببینیم چقدر موادمون نرم شد. تقریبا همه این مواد نرم بود غیر از هویج که هنوز به نظرم باید لهتر میشد. واسه همین 5 دقیقه دیگه گذاشتم. البته دلیل دیگه هم این بود که میخواستم اسفناج رو هم به موادم اضافه کنم. تو این فاصله ظرف غذا و قاشق سیلیکونی رو باز کردم و شستم. بعد از 5 دقیقه مواد را از سبد بخارپز منتقل کردم به میکسر و مقدار کمی هم آب ریختم توش و آپشن آتو رو انتخاب کردم. تو این مرحله با توجه به سن کودکتون میتونید انتخاب کنین که چقدر موادتون میکس و له بشه. برای من که دخترم 7 ماهشه این تکسچر خوبیه به نظرم و میتونه بخوره.
یه مقدار برای مصرف الانش و بقیه رو برای مصرف بعد می‌ریزم توی ظرف و میذارم فریزر. یه کاربرد دیگه این دستگاه اینه که میتونین باهاش شیشه شیر کودکتون رو هم گرم کنین. محفظه آب رو تا خط قرمز با آب پر میکنین، شیشه شیر رو داخلش قرار میدین و آپشن وارم رو انتخاب میکنین. برای شستن میکسر هم میتونین تیغه میکسر رو خیلی راحت با پیچوندن پیچ زیرش باز کنید و بشورید و مجدد تیغه رو داخل ظرف بذارید و پیچ زیرش رو در جهت عقربه های ساعت بپیچونید. بخارپزها چون رطوبت غذا رو نگه میدارن باعث میشه مواد مغذی غذاها حفظ بشه و از بین رفتن ویتامین و مواد معدنی اونها جلوگیری میکنه. واسه همین میتونین غذاهای سالمتر و با کیفیت تری به کودکانتون بدین. اگر آنباکسینگ ما رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب یادتون نره.